از شمال افغانستان امروز خبری به دست ما رسید که یک ناحیه در سرحد تاجیکستان به دست طالبان گذشته است. مقامات محلی در ولایت سریپول شمال افغانستان گفتند ناحیه کوهستانات مربوط به این ولایت شب 27 و 28 ایول از جانب جنگیان طالبان تصرف شد. محمد آصف جبارخیل فرمانده امنیتی ولایت سریپول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این محل 3 روز مقاومت‌های شدید جریان داشت. طبق اطلاع اخیر گنرال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهوری افغانستان به فاریاب ولایت همجوار سریپول رفته است تا عملیات نیروهای دولتی بر ضد طالبان را رهبری کند. مقامات امنیتی تاجیکستان در همین حال میگویند مرز تاجیکستان و افغانستان در بعضی نقاط با نظر داشتن ناآرامی‌ها و اشغال یک پایگاه مهم نظامی در ناحیه وردوج بدخشان از طرف طالبان مستحکم شده است، ولی نیروهای مرزبانی به حال آماده باش آورده نشده‌اند. مرزبانان خدمت را به طور مقرری پیش میبرند، گفت این مقام امنیتی تاجیکستان. و حالا در صحبت با ما سردبیر برنامه‌های رادیوی افغانستان آزاد قادری حبیب است. آقای قادر، بگوید حالا در ولایت سریپول چی میگذرد؟ بله، در تازه‌ترین گزارش‌هایی که ما از سرپل داریم، ولسوالی کوهستانات ای ولایت به دست شورشیان مسلح مخالف دولت افغانستان سقوط کرده و طالبای مسلح تانستند که مرکزی ولسوالی را به دست بگیرند. این یک دستاورد میتونه به مخالفین مسلح دولت افغانستان پیش از آغاز دور دوم مذاکرات صلح بین دولت و نماینده های دولت افغانستان و نماینده های طالبان محسوب شود. همزمان با این درباره تلفات ناشی از این درگیری و این هجوم شورشیان مسلح تا کنون چیز گفته نشده، اما گزارشی که ما بعد از داریم رئیس شورای ولایتی ولایت سرپل به رادیو آزادی گفته که حدود 600 خانواده از ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل از ترس انتقامگیری و از ترس بدرفتاری شورشیان مسلح خانه هایشان را ترک کردند و به طرف مرکز ولایت سرپل انتقال یافتند و یا در حال حرکت هستند. رویدادهای شمال افغانستان نگرانی‌های همسایه‌های نزدیکترین این کشور تاجیکستان و دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی را به بار آورده است. از روی معلومات شما یا مقامات افغان کدام تدابیر بیشتر یا خاصه را در مرزهای شمالی خود روی دست گرفتند؟ خب قسمی که شما گفتین، بله، این ناآرامی‌ها در ولایات شمال افغانستان، کشورهای هممرز با افغانستان در شمال و شمال شرقی کشور نگران ساخته. از تاجیکستان تا ترکمنستان همه ابراز نگرانی کردند و اونا در صدد اتخاذ تدابیر در سرحداتشان با افغانستان بودند. قسم که شما هم در ارتباط در جریان هستین و همزمان با این مقامات افغان و مقامات کشورها سفرهای داشتن به مراکز و پایتخت‌های کشورها و تایی که در ارتباط به نارامی‌ها ناشی از تحرکات مخالفین مسلح دولت افغانستان صحبت‌های داشته باشند و تدابیر را اتخاذ کنند. وزیر خارجه ترکمنستان امروز وارد کابل شد و با رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی صحبت‌های داشت و در ارتباط به فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرد و رئیس اجرایی افغانستان هم از وزیر خارجه ترکمنستان و حکومت ترکمنستان در ارتباط به عملات و فعالیت‌های این گروه شورشیان خارجی در افغانستان صحبت کرد و خواهان همکاری ترکمنستان در این زمینه شد. تشکر. به سوال‌های ما قادری حبیب، سردبیر برنامه‌های رادیویی افغانستانی آزاد، پاسخ داد.